اگه دلت میخواد بدونی چطور میشه این قلمو با این موهای آسیب دیده رو تبدیلش کنی به این قلمو با موهای سالم مثل روز اولش، تا پایان این ویدیو با من همراه باش. سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من مهسام و به چنل یوتیوب من خوش اومدین. همه نقاشا یه مشکل مشترک دارن، این که قلم‌هاشون به مرور زمان موهاش آسیب میبینه و اون حالت اولیه رو از دست میده. فرقی نمیکنه که قلموتون سرتخت باشه مثل این قلمو من که موهاش آسیب دیده و به اطراف پخش شده، یا اینکه این قلم‌های سرگرد که بعد از یه مدت استفاده موهاشون به اطراف پخش میشه و دیگه نمیشه مثل قبل باهاشون خطوط خیلی صاف و مرتب کشید. توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چطور با یه وسیله که توی دسترس همتون هست موهای قلموتون رو ترمیم بکنید و مثل روز اول بشه. اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردی حتما کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله کنارش رو هم بزن تا ویدیوهایی که هر هفته اینجا آپلود میکنم رو از دست ندی. حتما ویدیو رو لایک کنید، برای من کامنت بذارید، نظراتتون رو توی کامنت برای من بنویسید، سوالاتتون رو میتونید توی کامنت بپرسید، حتما جواب میدم. تا پایان این ویدیو با من همراه باشید تا یاد بگیرید چطوری خودتون به راحتی قلماتون رو ترمیم بکنید و بتونید دوباره ازشون استفاده بکنید. من اینجا یه سری قلم‌های سرگرد دارم که این موهاشون کاملا پخش شده. بذارید بیارم نزدیک که کامل ببینید و باهاشون دیگه نمیشه مثل قبل حالا اون خطوط صافی که میکشیدم رو بکشم. ببینید خطوط چطوری میشن با این قلم‌ها. من روی این برگه یه بار تو حالتی که اینطوری موهاشون خراب هست باشون خط میکشم و یه بارم وقتی که ترمیمشون کردم که متوجه فرقشون بشید. میبینید میبینید خط یک دست صاف نمیکشه روی برگه وقتی که موهاش آسیب دیده. خب این خطوط قبل از ترمیم قلمام هستن. من اینجا یه سری هم قلم‌های سرتخت دارم که حالا موهاشون خراب شده. میخوام این روش رو روی این قلم‌ها امتحان بکنم ببینم که آیا به حالت اول برمیگردن یا نه. بریم که کارو شروع کنیم. احتیاج به یه ظرف دارید که داخلش آب جوش بریزید، آبی که جوشیده و کاملا داغه. به یه صابون هم احتیاج داریم، کنار دستتون بذارید. حالا قلم‌ها رو میخوایم داخل آب نگه داریم 30-40 ثانیه. این قسمت فلزی رو نه داخل آب قرار ندید، فقط قسمتی که موهای قلمو هست 30 تا 40 ثانیه داخل آب نگه میدارید. حالا از داخل آب که خارج کردم میام اینجا روی صابون به این حالت چرخشی این قلمو رو موهاشو جمع میکنم، هم به صورت از بالا به پایین میکشم که موهای قلمو رو جمع کنه اگر به اطراف پخش شده، هم به این صورت چرخشی میکشم روی صابون تا کامل موهاش جمع بشه و آغشته به صابون بشه. ببینید به این حالت. وقتی که کامل موهای قلمو رو جمع کردید و به صابون آغشته شد، قلم‌ها رو میچینیم روی دستمال که به همون حالت بمونه. خب
قلم‌های بعدی دوباره مثل مرحله 30 تا 40 ثانیه داخل آب نگهش می‌دارم. حالا میام دوباره با صابون موهاشو جمع میکنم. خب احساس میکنم که هنوز موهاش اونقدر توی آب نرم نشده. یه کم دیگه نگهش میدارم داخل آب تا کامل اون حالت خشکی موهاش برطرف بشه. آب جوش یا آب گرم باعث میشه که موهای قلموتون به همون حالت اولیه برگرده و حالا اون حالت شکستگی یا پخش شدن به اطرافش رو اصلاح میکنه اگر که حالا خیلی زیاد آسیب ندیده باشه قلم. خب میارم روی صابون و به همون صورت قبل جمع میکنم موهاشو. این قلم‌های من نسبت به قبلی آسیبش بیشتره، موهاش خب خیلی پخش شده. ببینم که با این روش درست میشه یا نه. تا جایی که امکان داشته باشه موهاشو سعی میکنم با صابون جمع کنم. حتی میتونید به این حالت هم ببینید با دستتون یه مقدار این موها رو جمع بکنید. موهاشو تا جایی که میشد جمع کردم. اینم قرار میدم کنار قبلی. خب ببینید موهاش الان کاملا، ببینید موهاش کاملا یه مقدار با آب که تماس پیدا کرد اون حالت پخش شدگیش از بین رفت. حالا اینو روی صابون میکشم. اگه قلم و آسیبش خیلی زیاد نباشه با این روش کامل درست میشه. ولی خب اگه مثل قلم قبلی خیلی آسیب دیده باشه حالا تا یه حدودی میشه درستش کرد. ببینید هم از بالا به پایین میکشم و همین که حالت چرخشی میکشم که موهاشو جمع کنه. خب حالا یکم هم با دستم سعی میکنم که موهاشو جمع بکنم. ببینید کامل اگر که اینجا ببینید موهاش جمع شد. بریم یکی از قلم‌های سرتخت رو با این روش امتحان کنیم. ببینید این موهاش پخش شده، یعنی اون حالت صاف و یه دستی که اولش خریده بودم از بین رفته. ببینم با این روش میشه درستش کرد. مثل قبلی ها 30 الی 40 ثانیه داخل آب نگهش میدارم. حالا بریم سراغ صابون. این قلم رو دیگه حالت چرخشی روی صابون نمیکشم. ببینید حالت بالا به پایین میکشم که موهاشو جمع کنه، چون سرتخته دیگه نمیخوام موهاشو به حالت چرخشی جمع کنم. به این صورت میکشم که موها رو جمع کنه. از کنارم اگر موهاش پخش شده از کنار هم میتونیم بکشیم. با یه فشار کم اینو روی صابون میکشم. ببینید که آره، ببینید تا یه حد زیادی موهاشو جمع کرد. حالا و بمونه تا کامل درست بشه.
بعد از اینکه قلموهاتون رو به صابون آغشته کردید باید روی دستمال قرار بدید و اجازه بدید که خشک بشن کامل. حدوداً 24 ساعت نیاز هست که بهش زمان بدید تا در مجاورت هوا باشه و اون صابون روی موهای قلمو خشک بشه. 24 ساعت گذشت و من این قلموها رو با آب گرم شستم، زیر آب گرم نگه داشتم و به این صورت روشون دست کشیدم تا اون صابونی که روی موهای قلمو هست شسته بشه و بره. موهای قلمو رو به اطراف پخش نکنید موقع شستن. بعد همینطور که میبینید مثلا این قلمو کامل مثل روز اولش شد و اون پخش شدگی موهاش و اینا همه از بین رفت. قلموهای سرتخت رو من تا حالا با این روش امتحان نکرده بودم، ولی میبینم که برای این قلموها مناسب هست و ببینید موهاشون دقیقا مثل قلمویی هستش که تازه خریده شده و کاملا سالمه. این قلموهای سرگردن ببینید کامل موهاشون جمع شده، اون حالت پخش شدگی رو نداره و میشه گفت تا یه حد خیلی زیادی قلموها ترمیم میشن. این همون قلمویی که خیلی آسیب دیده بود و موهاش پخش شده بود کامل. ببینید تا حدود زیادی قلمو موهاش دوباره جمع شده. خب توی این مرحله میخوام اون خطایی که کشیده بودم و با این قلموها دوباره بکشم و شما ببینید که چقدر تفاوت پیدا کردن. بکشیم ببینیم که چقدر تفاوت هست بین خطوطی که کشیده میشه. خب ببینید اون حالت پخش شدگی به اطراف رو دیگه نداره. بریم یه قلمو دیگر رو امتحان بکنیم. خب دومین قلمو ببینید اون لاین دومی که روی کار می افتاد بعد از ترمیم قلمو دیگه اون حالت نمیشه و یه خط یه دست میتونید بکشید. میتونم از این قلموهای کوچیک رو امتحان کنم. ببینید خودتون خطوط خیلی به قولی منظم تر میشن. این پخش شدگی که توی حالت اول بود بعد از ترمیم قلموهامون از بین میره. اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودی و تا الان ویدیو رو لایک نکردی حتما ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن، برای من کامنت بذار. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و دوستش داشته باشید.